فصل چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید. فصل چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور که از سوی فدراسیون ملی والیبال با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش کشور برگزار گردیده بود. پس از 11 روز رقابت نفسگیر میان 10 تیم برتر سرانجام با قهرمانی تیم سرمیاشت خاتمه یافت. دیدار نهایی این پیکارها میان تیم‌های سرمیاشت و خراسان در فضای پرشور و رقابتی برگزار شد که در آن تیم سرمیاشت با نمایش چشمگیر و پیروزی قاطع 3-0 تیم رقیب را مغلوب ساخته و جام قهرمانی فصل چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان را از آن خود نمود. شاهد ازی هستیم امروز که کمپ تمرینی ما چهره‌های بسیار جدید، چهره‌های بسیار نو، خوشبختانه که ما تقدیم میکنیم به تیم ملی و در آینده ما پروگرام خارج از کشور داریم که انشالله بتونیم به همکاری دوستا و همت تیم ملی افغانستان بتونیم به جان خود نشون دهیم. مراسم اختتامی این رقابت‌ها با حضور حافظ احمد جان صدران، معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش کشور، قاری حیات الله رحمانی مشاور ورزشی، عطل مشوانه رئیس نشرات، مولوی ثناءالحق نماینده سرمیاشت، اعضای رهبری و مسئولان فدراسیون ملی والیبال، نمایندگان تیم‌های شرکت کننده، ورزشکاران و شماری از علاقه‌مندان این رشته صورت گرفت. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های سرمیاشت مقام قهرمانی، تیم خراسان مقام نایب قهرمانی، تیم کامیر مقام سوم و تیم طلوع کمپلکس مقام چهارم را از آن خود نمودند. الحمدلله خوشبختانه به لطف پروردگار ما جوانایی که این تیم‌ها نبودن از اونها استفاده کردیم و اونها را تحت تمرینات خود قرار دادیم. در یک ماه تونستیم که تیم پس ست کنیم و به لطف الله پس پارسال نایب قهرمان بودیم و امسال با نبود پلیرهای بسیار نخبه ما تونستیم قهرمانی را به خود کسب کنیم. واقعا پهلو به رسیدل آسان کار نه زموږ ورزشکارانو ماشاءالله وشو کولای چې په دغه 2015 لیگ کې پهلو به لاره پیدا کی دا چې پهلو به کوم ټیمونه لاره پیدا کی دواړه قهرمانانی د کی بورډ شتا باغ شتا تبن په دې ټیمونو کې یو کس قهرمان کیږي. خو په تاسف سره زموږ الکانو هغه لوبه چې په نیمه پهلو کې وکړي په پهلو کې ونشو کولای. قابل ذکر است که فصل چهارم لیگ برتر والیبال کشور با اشتراک و داوری 2 تن از داوران بین‌المللی والیبال از کشور جمهوری اسلامی ایران، آقایان مسعود ذوقی و رضا نژاد برگزار گردید که بر اعتبار و کیفیت رقابت‌ها افزود. همچنان ورزشکاران تیم‌های سرمیاشت و خراسان از تلاش‌های بازیکنان برای کسب مقام قهرمانی و هماهنگی تیمی سخن نموده و برگزاری فصل چهارم لیگ برتر والیبال را متفاوت عنوان نمودند. خوشبختانه بازی فوق‌العاده بود. دور چهارم لیگ برتر افغانستان یک لیگ برتر متفاوت بود. خوشبختانه امروز سرمیاشت افغانستان، کلاب والیبال سرمیاشت افغانستان 3-0 تیم خراسان شکست داد و فاتح چهارمین دور لیگ برتر والیبال افغانستان شد. یقینا چې دغه څلورم پړاو غوره لیگ چې شروع شوی او تر دې دمه پکې ډېرې او په زړه پورې او جالبې لوبې وشوې. یقیني زمونږ لوبغاړي چې ځوان تشکیل نه جوړ شوي ښه تر دې دمه تر فیناله پورې چې راغله نو خپله وړتیا یې پکې ښکاره کړه. فصل چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان با اهدای جام قهرمانی برای تیم سرمیاشت و اهدای جوایز نقدی برای تیم‌های برنده و بازیکنان برتر به پایان رسید.